و احترامات تقدیم سهندیاران عزیز. امیدوار هستم که لباس عافیت به تن داشته باشین. ما بعد از بسیار مدت ها، بعد از چندین ماه ها، شاید این دوباره برگشت ما با ویدیوها باشه و ثبت بعضی مسائلی که از نظری من مهم معلوم می شود. به این خاطر امروز خواستم و ذوق کردم که با همراه این ویدیو در خدمت شما باشم. این ویدیو را به مناسبت 28مین سال اعدام دکتر نجیب الله رئیس جمهوری زمان حزب دموکراتیک، آخرین رئیس جمهور که طالبان 28 سال پیش او را بعد از تصرف کابل اعدام کردند، به این ارتباط من میخواهم این ویدیو را ثبت بکنم. شاید ویدیوی من زیاد دراز شود، 1 ساعت یا بیشتر از او. امیدوار هستم که دقیق با حوصله‌مندی تمام این ویدیو را از اول تا به آخر گوش بکنید. به دلیل از اینکه ویدیوی ما برگی مهمی از تاریخ افغانستان، از تاریخ معاصر خود ما و شماست. در این ویدیو ما کدام غرض شخصی، حزبی، تنظیمی، فکری ندارم. فقط کوشش میکنم که این وقایع افغانستان را او طوری که هست خدمت شما بیان بکنم. یک مقدمه تاریخی را در این میگم. به همین خاطر این بسیار مهم است که این را تا آخر گوش کنین و اگر قضاوت هم میکنین، خدای نخواسته انشاءالله که شما ملت بزرگی هستین که دو دشنام نمیتین و اگر دو دشنام هم باز میتین، اول را تا آخر گوش بکنین. هر جا قضاوتی من ناعادلانه بود، دروغ بود، غلط بود، افترا بود، شما میتونید با او انگشت بگذارید. با همین خاطر من خودم به این نیت هستم که ویدیوی ما فقط محض روشنگری تاریخی است، کدام غرض شخصی در این نهفته نیست. انگیزه دومی که باعث شد که من ویدیو را ثبت کنم، بعد از فکر بسیاری را ثبت کردم، دو روز است که در ارتباط فکر میکنم. امین نظریاتی بعد از دوستا و دانشمندا و مردمایی که سرشان این حساب میشود در جامعه ما در رابطه با شخصیت نجیب ما گوش کردم. از جمله کسایی که در ارتباط همیشه گپ میزنه، آقای سعیدی است، یک تحلیلگر و خبر میدیایی بسیار آدم مشهور است. استاد جلال چند بار سخنانش گوش کردم، از بدخشان ماست که نسبتا احساساتی سخن میگه، بسیار طرفدار دکتر نجیب است. و همچنان در این روزها یک دو شخصیت داره که مثلا واقعا حساب میکنم. آقای ملک ستیز دیدم که در تلویزیون افغانستان اینترنشنال در ارتباط صحبت کرد و خانم شکر بارگزه میمان او میز بودن، در ارتباط صحبت کردن. در این روزها آخر هم شنیدم یک شخصیت دیگه که قدر زیاد برای من مهم نیست، امرالله صالحی، معاون اشرف غنی، که گفته که خاد او زمان گفته یک خاد جنایتکار و قاتل نبود. مجموع این انگیزه ها باعث شد که من ویدیو را ثبت کنم به عنوان یک دین دینی و ملی ما که همین نسل های ما بخبر از وقایع تاریخی در اثر امی فرافگنی ها و در اثر امی یعنی پروپاگاندا و گپای احساساتی که به اساس قوم، قبیله، حزب، منصب سیاسی و گپا گفته میشه و مردم در تاریکی نماند. ما به خود من اگرچند بهتر بود که جواب اینها را فرزند رهبرای جهاد افغانستان میدادن، متعلقین رهبرای جهاد افغانستان میدادن که میلیون‌ها روپیه از پول جهاد یا ده ها یا صدها میلیون بعضی از اینها در بانک‌های خارج ذخیره کردن، با وعیش و نوش میکنن و حتی بعضی از همین رهبران و فرزندان رهبرا همین شخصیتی مرا به می تیر میزنن. وقتی که در مقام وظیفه و ماموریت پیش از اینا میرفتیم، مثل که دشمنی از اینا باشیم و هم محروم ترین آدم پیش از اینا ما بودیم. ولی حق از اونا بود که باید از پدرای خود دفاع کنن، از جهاد دفاع بکنن، از این مردم. ولی غرض ما در این ویدیو دفاع از رهبرا از جهاد و جنایاتی که در افغانستان صورت گرفته نیست. غرض ما فقط بیان حقایق برخی از تاریخ افغانستان است که متاسفانه تحلیلگرای ما، صاحب نظرای ما و امثال آدم‌ها که نام بردن و ده ها نفر دیگه وقتی که صحبت میکنن تاریخ قیچی میزنن به این معنا که اینها بسیار بازی که ویدیو من فکر کنم بسیار نزدیک سکن عقب بگذارم. اینا تاریخ قیچی میزنن به این معنا که فقط اما بخش آخری 3 سالی که مصالحه ملی را که نجیب اعلان کرده و یگان سخنرانی هایی که برای فریبی از آن جامعه و عامه کرده امور را در نظر میگیرن و با دلیل از اینکه بعد از سقوط نجیب جنگ‌های داخلی شروع شد، فجایعی که در کابل صورت گرفت و واقعا جنگ‌های تنظیمی و حزبی و این گپا که بخشی از این هم
از بقایای خود نجیب و ملیشای از او بودن. این باعث ازی شد که مردم های کابل حق هم دارن که قضاوت بکنن. مردم های که در رژیم ها و نظام های او زمان بودن اونا حق هم دارن که قضاوت بکنن و همین قسم یک دلخوری از اینا داشته باشن. انگیزه هاش همین چیزاست و بعضا در اواخر انگیزه های قومی است. انگیزه های قومی است و مردم به اساس امو ذهنیت قومی، پشتونوالی یا فارسیوالی یا از جنای پرچم یا از جنای خلق دفاع میکنن. یک بخش از نجیب دفاع میکنن، یک بخش از ترکی، یک بخش از امین و در داخل مجاهدین مرز آمده که متاسفانه یک بخش مجاهدین حتی از امو خلقی و پرچمی و فارسی زبان سابقه دفاع میکنن و یک بخش مجاهدین هم پشتون هستن از نجیب اینا دفاع میکنن. یک مرض عام شده. با این دلایل ما میخوام که واقعا چیزی که است رو بر تمام وضعیت تاریخی با تمام اسنادی که پیش ما و شما سند ضرورت نداریم. همه ما و شما همین نسل ما که است شاهدی زنده همین تاریخ هستیم. اگر ما عادلانه فکر بکنیم هیچ مشکلی در فهم این مسائل نیست. ولی متاسفانه که مرض قومی، مرض حزبی، مرض فکری، قدرت، سلطه، پول این گپا باعث از این میشود که ما حقایق نبینیم. خب میایم در مسئله اصلی موضوع یک مقدمه تاریخی جا واضح میکنم. بعد از اینکه این امپراتوری افغانستان با اشارتش که در زمان احمدشاه بابایی تأسیس شد و از 1947 تا 1973 آدم حکومت کرد و آدمی نیکی بود، آدمی بزرگی بود و شخصیتی فراتر از قاره‌ها و از چی بود. یکی رفت فرزندای ازی در یک درگیری خانوادگی به خاطر قدرت یک تاریخ سیاه را شروع کردن تا آمده که یک دیگر کشتن و زدن و کندن و افغانستان را قیچی کردن. خاک از این از شرق، از شمال، از جنوب و از هر جا ایرا به بیگانه ها فروختن. نصف از این به روس، نصف از این به انگلیس، نصف از این به او هندی برطانوی او زمان. این خاک به می کوچکیش ماند بالاخره که آخرین پادشاه از این دودمان هم آخرین پاجاکایی که افغانستان جمع کرد و مشتی آهنین افغانستان گویا همی افغانستان کوچکی فعلی را که بخشی یک 30% از امپراتوری احمدشاه درانی را نیست یا 20% هم نیست، عبدالرحمن بود. امیر عبدالرحمن خان مشهور است به امو خشونت خود، به آدم کشی خود در مقابل مردم افغانستان. این حال هم گروه ها و کتله هایی که به اساس قومی تشکیل شدن امیر عبدالرحمن خان را انتقاد میکنند که امیر عبدالرحمن قاتل بود. برعکس باز پشتون هایی که حس نشنالیستی دارن و عبدالرحمن خان قهرمان و مؤسس افغانستان اینها میدارن. در وسط قضیه حقیقت گم است. همین جانب در این مسئله باطل است، همون جانب باطل است. امیر عبدالرحمن خان کسی بود که بیشترین کشتار در اقوام پشتون کرده. او بیشترین کشتار در وزیر کرده، در شینوار کرده، در مشرقی کرده و اون نیروهایی که بر ضد ازی بودن اونا را سرکوب کرده. همین مشکل عالم که از قهرمانان استقلال بود، در ملا موشی عالم خطاب میکرد و هزاران نفر اینا در شینوار و در شرق و پشتونها را کشته و سرکوب کرده به خاطر قدرت خود. و حتی همین وزیرستان فعلی که یک بخش کلانش در پاکستان است و طرف خط دیورند مانده، در زمانش انگلیسایی را میدادن به افغانستان. همین امیر عبدالرحمن خان گفت که من قوم وزیر خوشم نمیاد، بسیار قوم جنجالیست بگیرید، امورا شما ما جواب را کار ندارم. این قسمت شخصیت بود. ولی او کسای دیگر که در افغانستان کشته، او را به حیث قومیت نکشته، به حیث قدرت کشته، هزارها را زیاد کشته. در مرکز افغانستان بسیار جنایت کرده، خشونت کرده، سرکوب کرده مردم. یگانه مردمی را یا کمترین مردمی را که امیر عبدالرحمن خان در افغانستان نکشته فارسی زبان است. چرا فارسی زبان در دومین بار به قدرت رسیدن از انسان نقش بازی کردن، از راه بلخ و بدخشان ایجا بردن یا به قدرت رساندن. این من در تاریخ زیاد کم یافتم که فارسی زبان را من از یک قوم یا قبیله سرکوب کرده باشه. درست است، بدون شک هزارها را و پشتونها را بیشتر از هزارها یادم کشته. خب به هر شکلی که بود افغانستان را تأسیس کرد، 20-21 سال خودش حکومت کرد. بعد از او 20 سال هم بچه‌ش حکومت کرد، عبدالله خان. این خانواده درست که استقلال خارجی نداشتند ولی افغانستان داخلش حاکم بودند، با خشونت با جبر افغانستان را کنترل کردن گرفتن. 40 سال یک آرامش نسبی در افغانستان در اثر خشونت دیگه، در اثر تهدید و ارهاب حاکم بود. تا اینکه بالاخره امیر عبدالله خان که روایت موثق است با بازور مراجعش در پایان براتون میگم که بعد از او امیر امان الله خان با همکاری همدستی مادرش و نادر خان سپهسالار او زمان و با موچیز خانوادگی امیر عبدالله خان را کشتن تا اینکه امان الله خان به قدرت رسید و امان الله خان هم یک سال بعد یک
ساختگی استقلال افغانستان اعلان کرد و انگلیس‌ها به از اون زمان رفته بودن. یک جنگ دراز از قصه تاریخی در تل و هنگ اونجا جنگی شد و اونجا مقدر زیاد در کتاب‌های تاریخ که بخوریم ما زیاد کارا درخشان نکردیم، ما بازار تل و هنگ اونجا را چور کردیم. خب به هر صورت استقلال افغانستان گرفته شد و امان الله خان یک تحولاتی که آورد و یک هردرگی که آورد مطابق جامعه افغانستان نبود و بالاخره این بحثی ما نیست، سر امان الله خان ای خورد و آمد حبیب الله خان مشهور با بچه سقای و حبیب الله خان خادم دین رسول الله و قدرت گرفت. اگر چندی که او تاجیک بود، ولی تاجیکای ما و کسایی که فاشیسم تاجیک دارن از او زیاد نام میبرن او را قداست میدن، در حالی که نیروهایی که در پشتی از او ایستاد بود نیروهای پشتونا بودند، مردم جنوبی بود، مردم مشرقی بود. اونجا ایستاد شده کمر از او را بسته کردن، قیام اخونا ترتیب داد تا اینکه امان الله خان ای فرار داد. درست است که مردم شمال هم همراهشان بودند. اینجا هم حقیقت نمابین گومد مثل قصه امیر عبدالرحمن خان که این آدم پشتوانش پشتونها بود، زیاد پشتوانه مذهبی و مردمای دیندار. بالاخره نادرخان به قدرت رسید. خود نادرخان تاریخش مشهور است. باز در اینجا خطی وسط گم است. نادرخان افغانستان باید مشت آهنین میخواست که اداره بکنند، در اثر عظیم سال ظلم کرد، جبر کرد، حتی در قرآن مر کرد. امیر عبدالله خان خواست آمد و اساس مور قرآن به تسلیم شد. در افغانستان میشه که اصلش ولی گرفت حبیب الله خان همراه یاراش بوزدتن و رئیستن مرا کشت و بدار زد و فجیعانه بسیار ظلما را برآورد که بالاخره در اثر امو تحریک خانواده چرخی میگن که ما عبدالخالق هزاره یک بچه جوان از مکتب ایره با تفنگچه زد کشت بعد از 5 سال و 4 سال حاکمیت و بالاخره بچه از زیر به قدرت رساندن ظاهرشاه را که در وقت 17 یا 18 ساله بچه‌ای بود. ولی هر دو کاکای ظاهرشاه محمد هاشم خان و شاه محمود خان، اینا یکی شاه محمود خان بسیار آدمی هوشیار، آدمی بسیار زرنگ و در این زمان آدمی هیلگر و نرم، و محمد هاشم خان بسیار آدمی قلدر، آدمی آدمکش و با زور و جبر این کشور را اداره کرده. خب به هر صورتی که ظاهرشاه را به قدرت رساند 40 سال هم ظاهرشاه حکومت کرد. یک دوره آرامش افغانستان است که در آخر هم افغانستان در دو دهه آخر ظاهرشاه یک دوره دموکراسی را تجربه کرد. پلان‌های اقتصادی مثلا اینجا شد. بدون شک ظاهرشاه با وجود از اینکه سواد کمی داشت، آدمی بسیار خوب بود، آدمی بسیار نرم بود، دلی مهربان داشت، با صفات دیگه که منفی میگن و جامعه را در عقب ماندگی نگاه کردن با هست. ما سفید سیاه نمیبینیم. مثلا از ظاهرخان یک دوره خوب حکومت کرده، خصوصا در دوره آخرش که عذاب اجازه داد و آزادی‌های حزبی و گپا داشت. خوب اداره برسیم به اصل موضوع ما که در اثر امی آزادی‌هایی که ظاهرشاه داده بود، دو جریان در افغانستان، دو جریان سیاسی بسیار برجسته تأسیس شد و جزئیات مثلا نپردازم که مرکزی فعالیت سیاسی از اینا پوهنتون کابل بود. یک جریان کمونیستا بودن یا ماتریالیستا بودن که حزب خلق و پرچم است که مؤسسی از او میگن اول کسی دیگری بود و باز خود در نهایت یک ریشه داره در تاریخ. باز نور محمد ترکی و بعدم رهبرای برجسته از این نور محمد ترکی و بابرک کارمل که هر دو باز یک زمانی پیش از اینکه به قدرت برسند حزب از اینا جدا شد. یکیش برنامه جریده پرچم نشر میکرد که جریده خلق که حزب تأسیسش به اساس افکاری مارکسیستی لنینیستی بود و در جرایدشان و در افکارشان دیگه به پنهان نمیکردن و حتی استاد بسیار موثق وجود داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم که همو شعاری دینی اسلام است و دینی مردم افغانستان است، به حیثی زنی مردی نوزنه یا مردی دهزنه ایره کاریکاتور میکردن و حزبی از اینا یک حزبی پیشرو بود و حزبی بسیار زیاد یعنی مدیریت از طرف کاجبی اداره میشد و منظم و فکری بود و در این حال یک حزبی بدون شک الحادی بود، خلاف عقیده، آرمان، اندیشه‌های مردم افغانستان بود و با سادگی زبان ساده گفته می‌شد یک حزب کفری بود، خلاف عقیده و آرمان مردم بود. خب بالاخره همین که داوود خان در زمان خودش در سال 1353 که 10 سال خانه نشین بود و از قدرت دور بود، این داوود خان یک کودتای را برای انداخت با همکاری پرچمی ها که در این باز شکی نیست. تمام اسناد و مدارک کتاب های جا پیش ما وجود داره که من ببخشین که کتاب ها را اینجا بیارم که باز اگر چی شود. این آدم کودتا را برای انداخت. در کودتای از این پرچمی ها داخل بودن و کودتای روسی بود. یک مقدمه بود برای پیروز کردن حزب دموکراتیک خلق افغانستان. از این معلوم میشه که کابینه داوود خان اکثرا کسانی بودند که اعضای حزب پرچم بودند، جناحی بابرک کارمل. خب به هر صورت ما دقیق موارد تاریخیش
به خاطر که موضوعی بحث دراز نشود یادآور نمیشه. میره شما در کتاب‌های تاریخ دیده میتونید دیگه پا پروپاگاندا از دروغ است. خب بعد از 4 سال و چند ماه حکومت داوود خان همین حزب خلق و پرچم متحد شدن و به ضد داوود خان که کمی تمایلی به غرب پیدا کرده بود و به سعودی سفر کرد و بالاخره امکانش می بود که به دامن غرب سقوط بکنه. به اثر از این روسا و کاجبی دست به کار شدن و آمادگی داشتن. هر روز به 1 سال پیش از کودتا یک جا کردن حزب خلق و پرچم در رأس ترکی را مقرر کرد به حیث منشی عمومی و بعد ببرک معاونی از او و اعضای علالبدل از اینکه این مسئله شده در تاریخ شما بخونید هنوز هست زنده که اعضای از چه کسانی بودن حزب الحادی و حزب مارکسیستی را اینها کودتا را انجام دادن و کودتا یک کودتای خونین بود. اولین کاری کودتا به آتش بستن خانواده داوود خان بود. نه تنها که داوود خان در داخل قصر اینا کشتن بلکه اما اطفال خودسارش هم 14 نفر از اعضای فامیل زن دختر همه گیره اینا بسیار بیرحمانه به آتش بستن و این آدم کشتن. از همونجا دیگه خون و جوی خون بعد از یک دوره که 2 دوره آرامش ما دیده بودیم که به هر دلیل 2 دوره آرامش بود. دوره امیر عبدالرحمن خان همراه بچه‌اش 40 سال و 40 سال هم دوره زاهدی در مابین از یک دوره فترتی مثلا امان الله خان دادری خان اینا در مجموع یعنی 15 سال دیگه جنگ و جدل و گپا بود و قدر وسیع هم نبود دیگه. 2 دوره 40 ساله 40 سال 80 ساله این دوره دیگه به دوره بحران رفت و عامل اساسی از این و شروعگری از این حزب خلق و پرچم بودن. حزب خلق و پرچم نه که همون کاجبی بود. اینا به نمایندگی از کاجبی که تمام اسناد و مدارکی که در خود روسیه در دست ما و شما هست این هر دو حزب چی کردن. وقتی که آرمان و مانیفست این دو حزب میخوان هیچ چیز در اونجا پوشیده نیست که اینا حزبی بودن که به اساس مفکوره مارکسیسم و لنینیسم تأسیس شده بودن. حزب کفری بودن و ضد ملی بودن و سران از اینا مثل ترکی مثل امین حتی بگو که برای 1 میلیون نفر در افغانستان کافی است که اعضای حزب باشه باقی همه را بکشید. من خودم در اون وقتا 7 ساله بچه بودم که همین اعلامیه هایی که در زمان دوره صد روزه امین که از طیاره در مناطقی ما پخش میشد ما بچه بودیم ولی سواد خوب داشتیم میگرفتیم میخواندیم میگفت در ما اعلامیه ها بود که ما از دل کوه شما را میکشیم و شما باید اشرا به ما تسلیم شوید. خب در اثر کودتای از اینها که همینجا دوره چیز فراموش شده مبارزات همین خلق و پرچم در پوانتون کابل که بود بر اساس مارکسیسم و لنینیسم بود. تمام شواهد وجود داره که در اتحادیه معسلین وقتی که من نام نمیبره بعضی از خانواده و دوستایی که از پدران اینجا مانده و با ما چیزا خفه شد شوند. استاد ما استاد صاحب قصه میکنه که ما در اتحادیه معسلین 1 سال مکمل دعوای ما سر ازی بود که در همین اساسنامه اتحادیه معسلین بسم الله الرحمن الرحیم نوشته کنیم اعضای خلق و پرچم شعله و نام نمیگیریم. بعضی از اینها که مردن در چند روز پیش که بسیار از اونها به عنوان ادیب و شاعر گپا تجلیل شد میگه اینو کارا بندن بسم الله الرحمن الرحیم نوشته نشد چون در افغانستان اون دو هم وجود داره. یعنی اون دو 1% در افغانستان تشکیل میداد. اینا مخالف کلمه حتی بسم الله بودن. اینا اجازه نمیداد. خب بعد مبارزات از اینا با اساس فکری الحادی بود. بدون شک مبارزات راستی ها یا مسلمان ها یا اخوانی ها که مؤسسی نهضت اسلامی افغانستان استاد غلام محمد نیازی است. بعد از استاد غلام محمد نیازی هم اولین حزب سیاسی که در زمان امو آزادی احزاب در زمان ظاهر شاه تأسیس شد حزب جمعیت اسلامی افغانستان است که به شهادت استاد و باقی اکثریت اعضای صادق نهضت این حزب تأسیس شده. همون حزب بخش سیاسیش که رهبر از استاد ربانی بودک، منشی از اینجا عبدالرحمن شهید بودک، استاد صاحب معاون استاد ربانی بودک و باقی اعضای از اینکه جزئیاتش هم بازم شما در تاریخ بخونید که حزب تأسیس شده و حزب سیاسی در مقابلی حزب خلق و پرچم اینا بوده. خوی مبارزات ادامه داشت که کودتا صورت گرفت. کودتا که صورت گرفت اولین کاری که خلقیا کردن برای کشتن داوود خان در روز دیگه‌شان اینا یک لیستی را آوردن در کمیته مرکزی چون کمیته شورای انقلابی که در اونجا همین کسایی که ما در جریان نام میبریم امضای کلی از اون لیست هست که اینا لیست تهیه کرده بودن و همین اعضای نهضت اسلامی که در زندان پل چرخی بودن گفته بودن تمام از اینا را شما اعدام بکنین. باقی زندانی های جنایی را همه را آزاد کردن. حفیظ الامین دوسیایی های زندانی های جنایی را آورد در دیمزنگ کابل در پیش کل من در داد. آدم کش، قاتل، دزد، رازن، قاچاقبر، انسان فروش، کسایی که 30 نفر 40 نفر کشته همه از اینا را آزاد کردن. برعکس بندی‌های سیاسی را در اونجا نگاه کردن و باز در جریان همین چیزشون را میگیم در این جریان که در یک روز
که سال اولی خلق و پرچمیا بود، زمانی فکر کنم چی بود، یعنی امین بود، اینا 117 نفر اعضای نهضت اسلامی افغانستان در پل چرخی تیرباران کردند که اکثر از اینا استادا بودن، پروفسورها بودن، شخصیت‌ها بودن. و بعد از اینکه اینا به قدرت رسیدن، روز دوم سیمش بزرگترین شخصیت‌های افغانستان دیگه میوان والا، اعتمادی را، موسی شفیق، وفی الله خان سمیع و صدها، یعنی از هزارها تیر می شود. چیزی که استاد بود، پروفسور بود، انجینر بود، روشنفکر بود که به اخوان مربوط بود نبود، اینا را در لیست اسرار گرفتن، اینا را کشته رفتن. روز اول ادامه شروع شد، هر داله در پایگاه و ترکی امر کرده بود که شما تنها مامورین دولت در ولایت نیستین، شما اجازه دارین که تمام مخالفین حزب دموکراتیک خلق افغانستان رو بررسی بکنین. از این بود که پلیگون ها دایر شد در مرکز کابل، در هرات، در تمام ولایات مهم افغانستان، بدخشان، بلخ، پلیگون ها دایر شد. در هیچ ولایت نبود که اینا 50,000 60,000 نفر زنده به گور نکرده باشند. این جریان قسم شروع شد. بر روایت موثق که در ملل متحد ثبت است 150,000 نفر اینا در تمام ولایت و به شمول پل چرخی اینها زنده به گور کردن، بدون محاکمات و فراقانونی اینا کشتن و زیر خاک کردن. در اثر همین بیگیر و بزن و بکش و گوا و اشتباه بود که مردم افغانستان قیام عمومی کردن، قیام ملی شد. 6 میلیون نفوس افغانستان مهاجر شد، 3 میلیون به پاکستان، 2 میلیون به ایران، 1 میلیون به سایر دنیا. 6 میلیون دقیق مهاجرین افغانستان که بزرگترین کتله مهاجرین در ظرف 30 سال پیش از جنگ سوریه مردم افغانستان تشکیل میداد. این از کودتای خلق و پرچم و باز حالی نتایج کودتا را که در آخر حکومت از اینا باتی نتیجه رسید را براتون میگم. خب بالاخره این فجایع شروع شد و این فجایع ادامه مردم قیام ملی کردن. در اینجا نهضت اسلامی که بعضی از روانانشان نکی داوود خان اینا را به اثر تحریک پرچمی ها زندانی کرده بود، استاد صحاف و یک اعضای نهضت در زندان بودن، یک دیگه مثل استاد ربانی حکمت را از اینا از طرف جان خود فرار کرده پاکستان رفته بودن. ما از اینا حمایت نمیکنیم، ولی واقعا همین که اینا از طرف جان خود پاکستان رفته بودن. در پاکستان طبعا اینا در گیر آیسا افتیدن، استخبارات پاکستان افتیدن و برای کمک کرد. مرکز چون هم دیگه از اونها چاره‌ای نداشتن. اما یک مسئله بسیار زیاد مشهور است، صاحب میگه که وقتی که تو در شو که کوتاه سنگی ایستاد باشی و یک سگ دیوانه سری تو حمله بکنه، همونجا یک دکان موندو باشد، تو مجبور همون دکان موندو پناه میبری همونجا که تا سگ دیوانه تو را نخوره. یعنی وضعیت افغانستان همین قسم بود. خب اگه اعضای نهضت اسلامی که اگه به گفته خلق و پرچم که اینا دست نشانده پاکستان و آیسای بودن، همین 6 میلیون مهاجر هم دست نشانده پاکستان بود، اینا را اعضای نهضت اسلامی بازور کش کرده پاکستان برده بود، بازور کش کرده ایران برده بود، 6 میلیون نفر مهاجر شدن. مالی باز همین نتایجی که کاری را که اینها در طول تاریخ زندگیشان کردن. بیاین که امیر اموال براتون میگم، خیر است که برای آخر یادداشت کرده بودم که این مؤثر در ملل متحد ثبت است. بعد آخر میرم درباره شخصیت نجیب ما گپ میزنم. چیزایی که من یادداشت کردم اینجا شماره‌وار: نتایج حاکمیت حزب خلق و پرچم، کودتای خونین کشتن داوود خان و خانواده از او با تمام اطفالش بود. بعد از او در درجه دوم سرکوب تظاهرات دختران کابل در 3 هوت 1358 بود که در او 59 نفر دختران را اینا به مرمی زدن و تیزاب پاشیدن، اونا را کشتن که از جمله ناهید شهید رهبر همون تظاهرات 59 دختری جوان دانشگاهی را همین خلق و پرچم در روز سال اواخر سال اول حکومتشان اینا با چی بسته کردن، یعنی با توپ بسته کردن. بعد از اونم سیوم سرکوب قیام 24 هوت هرات بود که مردم هرات قیام کردن و همون فرقه و چیزی که در هرات بود تصرف کردن و دولتی در همون زمان قمانده از او به روایت یک کتاب روسی را بخواندم به نام گریموف که آخرین همون قماندان چیزی شوروی چی بود که آقای آریافر او را ترجمه کرده و او را خواندم. خیلی وقت خوانده بودم، کم کم حافظم مونده که او میگه که ما با کرملین زنگ زدیم و کرملین زنگ گفتن که نجیب دیوانه شده، کلی مردم هرات قتل عام میکنه. اون زمان یعنی نجیب کدام قدرت مهمی داشته. 24,000 نفر برای روایت موثق 24,000 نفر اینا در روز در هرات کشتن. یعنی فکر بکنید اینا کشتن. همین حزبی که نجیب از اعضای مؤسس و آدم مهمی از اون کلمه در سوانیش براتون میگم اینا کشتن 24. دیگه چهارم کشتن و بستن مردم تمام، عالم، استاد، محصل، روشنفکر، هر کسی که یک رکعت نماز در اداره میخواند، هر کسی که لنگی سفید داشت، کالای سفید داشت، برام فیودال، برام اپرچونیست،
به نام ضد انقلاب اینا را بردن و صندوق به گور کردن که تعدادشان را گفتم که در ثبت از آرشیو ملل متحد که 150,000 نفر است که در 150,000 نفر که در کل ولایت با چیز کشتن اینا، اما لیستی 12,000 نفر که اینا در کابل کشته بودن در زمان ترکی، در 9 ماه اول ترکی حافظ الامین به خاطری که سروری ترکی کار کردن اما لیست آویزان کرد که در هالند هم چند اعضای از اینجا محاکمه شدند و اون لیست در هالند اما لیست 5000 را که پیش هم هست و شما اون را دارین که اعضایی را که تنها در کابل اینا در 5000 نفر کشته بودن اینا لیست چی کردن که می گفتم میشه که 50,000 نفر اینا زنده بدون محاکمه در ولایت افغانستان و در افغانستان اینا کشتن که در این جمله کسبکار، محصل، صاحب رسوخ، حتی غریب، فقیر، بیچاره که به دولت همکاری نمیکنه گفته و چیزا به هر همسایه خودم میبرد و اون به غرض خود دیگه میکشت. دیگه پنجم که گفتم 12,000 نفر لیست که امین آویزان کرد و باز چقدر خود امین کشت، باز امین کی رفت ببرک زندان را آزاد کرد، بعد آزاد کردن زندان را پس دوباره زندان را چی کرد و در طول 6 سال حاکمیتی نجیب که نجیب رئیس خاد بود 10,000 نفر دیگه در افغانستان کشته شد، محاکمه شد و شکنجه شد که در نتیجه گفتیم 1.5 میلیون افغانستان شهید داده. یعنی 1.5 میلیون افغانستان نفوس افغانستان را این نتیجه حکومت خلق پرچم 1.5 میلیون، این مبالغه ای نیست، اینا کشتن، در اثر بمبارد کشتن، در زندان ها کشتن و در جنگ کشتن 1 میلیون نفر و 2 میلیون نفر اینها معلول کردن. افغانستان وقتی خلقی سقوط کرد که رفتید در آرشیف و در کل چیزا که وزارت شهدا معلول 2 میلیون نفر معلول بودن که در اثر کودتای امینا بود بدون شک. دیگه در ملل متحد رقم در آرشیف ملل متحد 36,000 قریه و قصبه افغانستان اینا در طول 14 سال حکومتشان 9 سال 1 سال حکومت خلق پرچم، 9 سال وجود روسها و 3 سال هم حکومت نجیب در مجموع در 14 سال اینا 36,000 قریه و قصبه را در افغانستان بمبارد کرده بودند که بیشتر از نصف قرا و قصبات افغانستان ویران شدند. این نتایج حکومت خلق پرچم است و این را تو بگذار. ولی نجیب بسیار زیاد غر میزنه یا طرفداران نجیب ما روسا را افغانستان کشتیم. روزی که روسا از افغانستان میرفتن، اینم در آرشیف ملل متحد ثبت است، میتونید مراجعه کنید ببینید 60 میلیون مایل ضد پرسونل، همین مایل شاپرکی کی بود، اینا در همین مرزها، در همین دهات، در سرحدات، جایی که مردم میرفت، گوچرهای مردم، مالچارهای مردم، ایلاقهای مردم، این مبالغه نیست، کلش مستند است. اینا فرض کردن و رفتن که تا همین حال حاضرم این ماینها میلیون نفر دیگر شاید یا نیم میلیون نفر دیگر این ماینا معلول کرده باشه و کشته باشه که مؤسسات ماین پاکی در افغانستان این هیچ نیست بیکار شود. این کارکردهای حزب خلق و پرچم است که نجیب عضو حزب است. ولی ما درباره شخصیت نجیب مفصل گپ می‌زنیم. ویدیو مای روشنی را به خاطر برای شما انداختم که همین جوانای ما تاریخ بخونن بدون شک. در این یک سری مدارج که ما جنایات مجاهدین در آخر میگم که مجاهدین در اثر جنگ‌های حزب جمعیت، در اثر فکرگرایی، در اثر قدرت، در اثر جنگ‌های کابل چقدر نفر کشته شده، اینا را هیچ چشم پوشی کردن نمی‌تونن. ولی یک اصل است که میگه جنایت توجیه نمیکنه. به این معنی است که فلانی در فلان وقت 10 نفر کشته باید نجیب حتما 1000 نفر بکشه، یا فلان نفر نجیب 1 میلیون نفر کشته خب فلان دیگر همه از چه یک انسان بکشی چه 1 میلیون انسان بکشی. ولی قضاوت عادلانه است که همین جنایت تا جنایت فرق میکنه. باید عقل داشته باشیم. مثل استاد جلال واری آدم که استاد است و شاهدی همین سنا بوده، چرا از این گپا تاریخ قیچی میکنه؟ آخر هم 3 سال حکومت نجیب میبینه، قبل از 6 سال حکومت نجیب 6 سال خادی نجیبه که چی جنایات شخصی کرده و 3 سال اول حاکمیتی نجیبه این نمیگن. و آقای ملک ستیز یا شکری بارگزی یا امرالله صالح میان 3 سال اخیر اینا چه میگن؟ نجیب شخصیت ملی بود. حالا ما میخوام شخصیت ملی چه قسم شخصیت ملی است؟ یا از کجا آمده؟ چطور به قدرت رسیده؟ اینجا شخصیت ملی معلوم میشه. دیگه 60 میلیون مایل آخرین جنایتی که روسا کردن رفتن. بعد از این دیگه همین خسارات مالی و که با همین بنیادهای اقتصادی افغانستان وارد شده بود 10 میلیارد دیگه برآورد میکردن که بعضی اسنادان هم هست که باید روسا در این باره غنیمت پردازن که 10 میلیارد دلار اقتصاد افغانستان رو در اون زمان اینا ضربه زدن که شاید با پول امروز 100 میلیارد 200 میلیارد دلار شود. این از این بود. دیگه نتیجه حکومت از اینا چی بود؟ آری یک مسئله دیگه بس اینجا میکنن که مسئله همیشه یک که میگه او نواز شریف ما درود افغانستان ازم پاشید.
ما قبول دارم که جنگ‌های تاریخی اما یک بقایای کمی که از اردو مانده بود در ازم پاشید. ولی ببینید که در زمانی که مجاهدین در کابل آمد اردو چیار داشت. اگر این گپای من غلط است شما بگویید که غلط است. ملیشای جمعه اسد پیش از اینکه مجاهدین بیای اردو را به ملیشا تقسیم کرده بود دکتر نجیب. جمعه اسد چقدر ملیشا داشت؟ جمعه اسد رایی میکرد که برا در سمت شمال جنایت بکن. جمعه اسد در بدخشان، در مزار، در اینجا میرفت جنایت میکرد. ولی ملیشاهای گیلمجا روان میکرد تو در جنوب برو جنایت بکن. در خود ملیشای نجیب بودن، این مجاهدین نیاورده بودن. همین حقایق تاریخی باید سرش پرده نفتن. واقعیت قصه همیست که ملیشا اردو را نجیب به ملیشا تقسیم کرده بود. ملیشای جمعه اسد، ملیشای کیان، این بچه سعید کیان که فیلماش شما ببینید چه قدرت بود، چه قدرت نظامی و مردمی ویگاپا چی داشت. این نجیب تمویل میکرد و چه جنایاتی در این دره و در این جاها صورت گرفته و تاریخ شاهدی عزیز. دیگه ملیشاهای مارشال دوستم که خب بدپسان جدا شد و آمد در صف دولت دیگه بود تا سقوط نجیب خوابی ملیشاهای کی جنرال دوستم خود ملیشاهای کی بود دیگه ملیشاهای خود جنرال مومن خود آدم نظامی رسمی بود ولی ملیشا داشتن دیگه ملیشاهای گیلمجان با دوستم فرق میکنه. گیلمجان یکی از قماندانای دوستم بود که قماندان بزاچه بود گیلمجان میکرد. دیگه ملیشاهای اسماعیل مسلم که از قندهار بود. این ملیشاها همین کنداقای قوی را که نجیب جور کرد اردو را اصلا پاشیده بود. چیزی نمونده. همین که باعث شد که اردو دیگه پشت از ایستاده شد و روزی هم که فرار میکرد در میدان هوایی کابل میرفت اونجا همین ملیشاهای را ایستاد کردن نموندن که پرواز بکنه و این مجبور شد که به ملل متحد پناهنده شود. یه دور درباره از این گپ میزنیم. درباره شخصیت نجیب گپ میزنیم که دوستایی که میگن که شخصیت ملی است. ما دقیق چیزی که هست ایران نه فامیل نجیب این کار کرده نه دختری نجیب این کار کرده میتونه نه اعضای حزب نجیب این کار کرده نه چیزی که هست در خط تاریخ از ولی واقعیت شده در زمان خود ما اتفاق افتاد. یعنی خودی ما شاهدی صحنه ها هستم ولی بازم میره مستند میکنم. نجیب دکتر نجیب در 1947 تولد شده، در 1964 در دانشگاه کابل شامل طب شده و در این زمان گرایش پیدا کرده به احزاب مارکسیستی و لنینیستی و در این دانشگاه شامل مبارزه هم شده و در سال 1965 به حزب پرچم پیوسته و روایات بسیار مؤثر کمیست که 7 سال فاکولته طب که 1 سال پی سی بی است، 5 سال درس است و 1 سال هم استاژ، 7 سال در 12 سال خوانده. این اکثرا مدارک خانوادگی اینا و بی سرای بهار هم که کتابی نوشته که در ریها در باد تاریخ زندگی از از داخل فامیل از اینا این 12 سال یک فاکولته را خوانده و در داخل فاکولته هم یک آدمی بدماش، یک آدم زورگو، یک آدم قلدر و والله اعلم میره من نمیدونم ولی از شخصیت و کیس شخصیتش معلوم میشه که در خانواده هم سرای بهار اینا رو نوشته کرده. شاید بگوان که سرای بهار یک غرض داره یا دشمنی شخصی داره به این ولی واقعیت شخصیت کرکتر از نشان میده که در خانه را مگر بدماش بود، خواهر خودم بد میکرد، برادرای خودم بد میکرد، جوالی‌ها را ملت میکرد، این بدماشی میکرد و حتی روایتی موثق که میره از همون سایکولوژی نجیب میگم که دستاش در سر میز اینا میگم ما با این قلم حکم اعدام 80,000 نفر امضا کردیم. و معلوم داره است که 50,000 نفری که کشته شد 80,000 از در زمان خاد نجیب کشته شدن. اینا را کی امضا کرد؟ نجیب رئیس خاد بود، مسئول درجه 1 بود. خاد در روسا تمویل میکردن. خاد در وقتی که نجیب رئیس خاد شد خاد 10,000 پرسنل داشت. امی 10,000 پرسنل به 25,000 انکشاف داد، بعد از 25,000 به 30,000 انکشاف داد. این 30,000 نفر خاد 30,000 جنایتکار بودن. اینا فقط اطلاعات جمع میکردن، مردم میکشتن، مردم به زندان میبردن و اونجا محاکمات یک شکلی صورت میگرفت، مردم اعدام میکردن و زندانبگور میکردن و میکشتن و هیچ خانواده ای نیست که از این ظلم و جنایت در امان مانده باشه. من که پیشنهاد صحبت میکنم از خانواده ما کاکا پسر کاکا بچه‌ها کاکای ما حاجی محمدی را، داوود جان، باقی جان، اینا را اعضای فامیلی ما را اینا بردن از زندان پل چرخ کشتن و در بمباردهای نجیب نصف اعضای فامیلی ما، عمه ما، دختر عمه ما و دیگه فامیلا و خشقای ما 18 نفر شهید شدن. یک خانواده ما این فکر کنه 1000 خانواده افغانستان 18 نفر 20 نفر کشتن. در افغانستان چند خانواده بود؟ یعنی اینا حقایق است که باید جوونا بفهمن. یعنی شخصیت ملی. بعد از این نجیب حزب پرچم شد در سال 1965 ما به تاریخ‌های میلادی میگم. در سال 1973 محافظ و همکاری ببرک کارمل یعنی یاوری ببرک کارمل مقرر شد در حزب.
یاوری ببرک کارمل و نگهبان ببرک کارمل و شاگرد بسیار وفادار ببرک کارمل بودند نجیب. و در سال 1977 عضویت کمیته مرکزی حزب کسب کرده به اثر همین وساست اعتباری که پیش ببرک کارمل داشتند. این در 1977 عضویت حزبی کمیته مرکزی حزب کسب کرده و این را کلی ما شما دیدیم که حزبی خلق پرچم یا هر دو شاخش یا یک حزب مارکسیستی لنینیستی بود. این حال هر کس نجیب اما قدر بوده که مولای امام مسجدی را بود، این را بود مفسر قرآن بود. این امکان نداره، این عقلی را نمیبره. یک کسی که مارکسیست باشه لنینیست باشه و او باز مسلمان باشه این ممکن نیست. و در اعضای کمیته مرکزی حزب باشی اونجا تو مانیفست باید امضا بکنی، باید تعهد داشته باشه، داد تکاجبی مطمئن شو بگی تو یک فکر نهادن مارکسیست هستی. این امکان نداشت در زمان که یک کس عضو کمیته مرکزی حزب باشه و با مارکسیسم اعتقاد نداشته باشه. اگر نجیب و ببرک و امین و اینا مسلمان باشد، ابوجهل و ابولهب هم مسلمان بودن. یعنی در عقلی نمیگنجه، فقط هم یک عقلی ابتدایی را نمیگنجانه که می مانیفست حزب تو امضا کنی، تعهدنامه را امضا کنی. تعهدنامه یک حزب مارکسیست لنینیسم که تمام اسناد مدار وجود داره و بازم تو مسلمان باقی بمانی. این آدم در سال 1978 در کمیته شورای انقلابی که من نامش کمیته کشتار، کمیته شورای انقلابی هم کمیته بود که یک لیست تهیه میکردن، بازی را به سروری رو میکردن، سروری در زیرش نوشته میکرد که اینا رو با پاکستان رای کردن که اینا میکشتن. این زمانی بود که در این لیست نجیب امضا میکرد، در این لیست ببرک امضا میکرد، در این لیست کشمن امضا میکرد. این خوبی که گپایی است که بیادبی ما بسیار ببخشید ما بزرگ عقل خرم میره قبول نمیکنه که بگویی که نجیب در کشتار جنایات مردم افغانستان دست نداشته. این نظام بسته همین نظامی که اینا ساختن نظام جنایتکار بود و هر فرد باز خصوصا خاصتا نجیب سروری، نجیب و درستانی دیگه که چون درستانی اینها رئیسای خاکی بودن، اینا مستقیم در جنایت رسانه عملا میرفتن خودشان آدم میکشتن. بسیار روایات وجود داره که نجیب که میرفت زندانیا را در پل چرخی زیر لغت و چومش میکرد و بعضا قطفانچه خودش میزد و اینا میکشت. یعنی مجموعا همین حزب همین کتله جنایتکار بودن. و بازم تاکید میکنیم با مناظر نیست که جنایاتی که بعد از این صورت گرفته و تا این صورت میگیره که طالب را کرده، مجاهدین کرده، جنگای داخلی کرده، ما از این چشم بپوشیم. یک واقعیت است، این تاریخ می‌نویسه. خب بعضی ما امروز درباره نجیب است میره به جوانای افغانستان من میشناسانم که این آدم چه قسم شخصیت ملی بود، چه قسم آدم شخصیت کاریزما بود، چه قسم شخصیتی وطن دوست بود. اما فاسدترین افراد افغانستان در نظام جمهوریت نجیب توصیف میکنن وزیر دفاع شال امروز سالی مثلا این گپ زده. شما همین در چه ملت چرا خواب میزنید؟ ما شما عقلا نگم مسلمان هم نباشیم انسان خو هستیم. ببینید در سال 1978 این سفیر افغانستان در ایران شد. من در سفارت ایران در اگه اشتباه نکنم در دوران مقاومت اول سال 1998 99 ایران رفتم اونجا. همونجا در صفحه رزیدنس سفارت ما شد که خیرخواست سفیر بود. اونجا برای ما قصه کردن که این رزیدنس سفارت وقتی نجیب میشه یک سال که خلقی‌ها که به قدرت بودن و پرچمی‌ها را کلش به عنوان سفیرها از افغانستان راندن و حزب پرچم گرفتن اعضاش زندانی کردن خلقی‌ها حفیظ الله امین ترکی و اینا را راندن. نجیب سفیر مقرر کردن در ایران. همین رزیدنس سفارت دکتر نجیب فروخته بود. وقتی که از اینجا فرار کرد میخواست بره و چکسلواکی کجای دیگه، همین رزیدنس سفارت فروخته بود. قطعا میز چوکی همه چیزش فروخته بود. قولا داد کس. پس آن یک جنجال شد باز دولت‌های بعدی افغانستان همین رزیدنس سفارت گرفتن. این نجیب در این حد یک آدم کوچک بود که نجیب این سفارت فروخته. خب بعد از اینکه دوباره ببرک کارمل به قدرت رسید و ببرک کارمل را روسا آوردن و حفیظ الله امین را کشتن و ببرک کارمل را حاکم مقرر کردن و اینا میدونن که بیانش هم از تاشکند ایراد کرد و آمد با تعقیب از این 100,000 نفر قوای چلی شوروی از آسیای میانه آمد دا خاک افغانستان اشغال کرد. یعنی یک نظام رژیمی که به همین قسم دا آینه روشن باید 100,000 نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان آمده ببرک کارمل و با مجردی که بیای اعضای حزب خود دعوت میکنه، از جمله نفر اولی را که دعوت میکنه که بیای دکتر نجیب است. دکتر نجیب میآید و بعد از ببرک نفر اول در نظام ازی مقرر میشه و رئیس خود میشه و درست است که ببرک یک درویش آمد و در سال 58 همین اواخر 58 چی کرد؟ در شش جدی که روسا آمدن ببرک آمد زندان‌ها را یک بابت اعلام کردن و زندان‌های سیاسی ها اعلام کردن، ولی پس دوباره که رئیس خود شد دوباره زندان‌ها پر کردن شروع شد و بعد نوع دیگه شکنجه و کشتار دیگه با شروع شد.
نجیب دوباره به قدرت آمد. دم قسم یک نظامی که با ارتشی شل شوروی در افغانستان آمده، اینا کدام عقل است که قبول کنه که اینا شخصیت‌های ملی بودن، اینا وطن دوست بودن، وطن دوست از سر تانک روس میاد. یک منطقه دیگه در افغانستان هم اسکول گباره که می‌بینم دستی یک کس عکسی بچه مصرفانی را میمونه، عکسی بچه مولوی نبی را میمونه، یک رهبر جهاد دیگر رو که جنایت کرده، عکسی حمیدگل میمونه. ما بیشتر منطقه براتون گفتم که وقتی که یک سگ دیوانه سرت حمله کرد، کل ملت گرفتن به کشتن، کل ملت واسطان مجبور کردن که پاکستان گرفت تعبان اونجا رئیس میدی، اینا کجا میرفتن دیگه؟ همین 3 میلیون مهاجر افغانستان کجا میرفت؟ همین 2 میلیون مهاجری که در ایران بود اینا کجا باید میرفتن؟ این همین عقل و خیرت در کار است. که خدا روشنگیر هم میگیرید، روشن فکر هم میگیرید، تحلیلگر سیاسی هم میگیرید. خطاب ما خاص با آقای استیز است، با شکر بارگزه است که ما از اینا امیدم فراتر از این گپا بود که اینا عاقلانه گپ بزنن. اما یک سال سخنرانی آخر نجیب میگیرن و تمام همین تاریخ اینا سرش خاک میندازن. این درست نیست، این انصاف نیست. آقای سیدی، استاد جلال، شما که همین گپا را که میزنید میفهمید که نجیب چه تاریخچه‌ای داره؟ 1980 رئیس خاط شده و در این حالی که رئیس خاط شده با عنوان دگر جنرال این ارتقای رتبه کرده. یعنی همین کار را که امروز طالبان میکنه، چرا طالبان را ملامت میکنه، چرا مجاهدین را ملامت میکنه؟ یک دکتر طب که یک روز کار طبی نکرده آمده کار سیاسی کرده و میاد جنرال این نظامی دگروال ارتقا میکنه و رئیس خاط میشه. همین در کدام منطقی علمی جور میاد ایگه. خب بعد از این تا سال 1985 که در 1985 اینا خواستن که منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکرات خلق افغانستان یا همون حزب پرچم که سر خرد این مقرر بکنن و در اینجا سند تاریخی براتون میگم. در این زمان گورباچوف وضعیت پروسترکار اعلان کرد، اتحاد جماهیر شوروی داشت از هم میپاشید، اقتصاد تضعیف شده بود، وضعیت از اینا خراب بود، غرب ضربه محکم برای از اینا زده بود و میخائیل گورباچوف میخواست که یک تغییرات در چی بیاره و از افغانستان در روی خود مثل که امریکایی‌ها داخل توسط خلیلزاد خیسن رفتن از مجبوری و شکستشون، از مجبوریشون رفتن، از خوششون نرفتن. روسا دیگه چاره نداشتن، روسا از این کشور میرفتن. میخائیل گورباچوف از نجیب دفاع میکرد در کمیته مرکزی روسیه، حزب کمونیست روسیه در اونجا. اندروپوف، دیمیتری دوستانوف و بوریس پوناماروف اینها میگفتن که نجیب باید در قدرت بیاره. با نام GRU که هم یکی از بخش دستگاه‌های کاجبی او زمانی کی بود، GRU میگفت که نه اسدالله سروری در قدرت بیاریم. باز میگفتن که اسدالله سروری بسیار جنایت کرده، بسیار قدرت چی کرده و نجیب یک زبان داره، یک کاریزما داره، در مابین مردم چی کردن نجیب بیاریم. خب بالاخره توافق امینا شد، روسیه فیصله کرد که بجای ببرکارمان نجیب آورده شود. همین دکتر نجیب چه قسم شخصیت ملی در انتخابات افغانستان برده بود حکومتش؟ چه قسم شخصیت ملی است؟ این شخصیت ملی چه قسم شخصیت ملی است که گورباچوف، اندروپوف، دیمیتری دوستانوف تصمیم میگیرن که به قدرت بیاید. بعد از یک بحث و مشوره 6 ماهه اینا به قدرت میارن و بابرکه از افغانستان میکشن. خب اگه اینا شخصیت‌های ملی بشدن با چه قسم روسیه یک تازینا رو میبرد، مورد دیگه رو میآورد. همین چرا با عقل جوانای ما شما چی میکنین؟ بازی میکنین؟ چرا تاریخ افغانستان رو خراب میکنین؟ ما با ایمان همین مسئولیت این رو ما گپ بزنم. بازم تکرار میکنم، بعد کسایی که پول جهاد خوردن، چور کردن، چپاول کردن، قصر ساختن، اونا بعد از این موضوع دفاع میکنن. ولی ما با عنوان یک دین ملی، یک دین اسلامی کار میکنم و این دوره امروز ثبت میکنم. هیچ غرض و هیچ منفعتی هم در این نیست. و محروم ترین فرد افغانستان یک جوانی تحصیل کرده افغانستان اگر در جهاد باشه ماست که صلاح‌الدین خان بچه استاد ربانی در وزارت خارجه مرا با تیر سایه مرا میزد. ما در هیچ قدرت صلاحیتی را نبودم، قدیما کرد داشت، در حالی که ده ها بچه خلقی و پرچم پیش از اون میرفت ما را امضا میکرد و وظیفه چی میکرد. ولی بازم ما با این ور یک مسئولیت اسلامی خود، مسئولیت برای نسل‌های آینده، برای جوان این کار ما میکنم. یک از جمله کاندیدای دیگه که به جای ببرکارمان باید میومد جاروی روسیه یا بخشی هم سازمان استخباراتی میگه که کی را بیاریم؟ قادری را بیاریم. باز میگه قادری به خاطر نمیاریم که اولین کسی که در افغانستان کودتا کرده، قادر نامی بد داره و باز در معاصر هم کودتا که خانواده داوخان کشته، یک مثالای ملی میگه با که مو شو قادر خب در مجموع فیصله کردن در روسیه که نجیب با جای ازی بیاره. همین بود که در می 1986 نجیب جانشین ببرکارمل شد و تا 1992 قدرت ازی ادامه یافت. این آری چرا همین دوستای ما تاریخ قیچی میکنن از آخرش؟ گیریم فرضاً که می 2 سال آخری مصالحه ملی را نجیب اعلان کرد با یک مخلص بود. با آخری زندگی از چی میشه؟ این 6 ساله که دخواد آدم کشته، جنایت کرده،
همین چوکی‌های شکنجه و وسایل شکنجه که شما در خاطر نجیب روز اولی سال 1992 که ما آمدیم در کابل که ما رفتیم دیدیم میدیدیم وحشت میگرفت شما را که اینا چه قسم یک رژیم آدمکش آدمخوار بودن. این چه قسم نجیب پاک میکنی؟ این بود دختر نجیب طرفدار شخصیت ملی. ما خدا با ما عقل داد، ما طرفدار هیچ کس نمیکنیم. نمیگه پاک تاریخ است، هر جایش دروغ شما بگید که دروغ است. در قدرتی رسید 3 سال اول قدرتش بسیار سنگرها را سرکوب کرد، بمبارد کرد، بیشتر هزاران قریه نجیب در اول حکومتش بمبارد کرد و روسا بسیار فشار آوردن که مهار کنن مقاومت، نتونستن مهار کردن. در آخر به نتیجه رسیدن که گورباچوف برش آورد که مصالحه ملی را اعلان کنیم و مصالحه ملی را طرح شده مسکو نوشته شده بود. آمد این از زبان نجیب را اعلان کرد. نجیب افتخار می‌کرد مردم سوار کشید ما افغانستان. نجیب یک کاریزمای سخنرانی داشت، آدم دانشمند نبود، فقط یک نطاق خوب بود. آلی در امیر روضه مزار شریف هم برین یک نفر تو بیانیه میده که او شد بره و چقدر دانشمند باشه، وقتی که بشین یک کتاب خواندن نمیتونه. نجیب آدم دانشمند نبود، نجیب نه سیاست میفهمید، نه تاریخ میفهمید، نه دیپلماسی میفهمید. یک زبانی کاریزمی داشت، مردم فریب میداد، دغل میکرد، آیت با جای حدیث میخواند، حدیث با جای آیت میخواند، وقتی یک شخصیت ملی معرفی میکرد. شخصیت ملی سری تانک روز به قدرت میاد. شخصیت ملی 6 سال در خود آدم میکشه. شخصیت ملی این گپارا کلمه میگه داخل یک استرده میگه از مجاهدین چرا نگفتی؟ من میگم این جنایت تو مستند بکن. و یک قاعده ما داریم که یعنی گناه را توجیه نمیکنه، جنایت توجیه نمیکنه. یک کس یک آدم کشته، یک کس خانه یک کس دزدیده، یک کس 1 لک نفر کشته، یک کس 2 لک نفر کشته، یک کس کل یک مملکت را ویران کرد. قضاوت هم عادلانه باشه که چیکار. در کل جنگ‌های کابل که در داخل مجاهدین شد با وجود که جنایت است، این جنایت حکمتیار کرد، این جنایت حزب وحدت کرد، این جنایت حتی از این طرف که کسایی که دفاع میکردن مرتکب جنایت شدن، اینا دفاع میکردن داخل کابل بودن، ولی در 60,000 نفر با بعضی روایت موثق 17,000 نفر است، روایت مردمی 60,000 در وسط هم شاید 40,000 50,000 نفر. چرا کشته شد 40,000 50,000؟ این جنایت است، واقعا جنایت. این باید پرسان شد کی کار کرد. اما این دلیل از این نمیشه که جنایت نجیب براحت بودی فقط به خاطر مردم. کل کاریزمای نجیب دمی بود که مردم میگن که او چیزی که نجیب پیش بینی میکرد همون کار شد. این پیش بینی رحمت شاه مسعود هم داشت، این پیش بینی گلبدین هم داشت، این پیش بینی استاد صاحب هم داشت، این پیش بینی ما که جواب اون داشتیم که اگه مجاهدین مثلا داخل کابل شوند این جنگ داخلی میشه و مردم تباه میشه. خب به هر صورت نجیب 3 سال آخرش هم مصالحه ملی رو برآورد. در مصالحه ملی چیکار کرد؟ از طرف مصالحه ملی میکرد، از طرف اگه مجاهدین و گروه‌ها که تسلیم میشد موسی اسماعیل مسلم که از مجاهدین بود تسلیم بشه، اینا را کندک خوابی میساخت، باز توسط اینا جنایت میکرد. شما باورتان شود که بنای ملیشه‌های دوستان که در بدخشان بودن در 3 سال آخر 2 سال آخر نجیب، یعنی مردمی بدخشان صدای مرا میشنوند، اینا چی کارا میکردن؟ با دختری من تجاوز میکردن، با بچه من تجاوز میکردن، شراب میخوردن، هزاران جنایت اینا میکردن. این کلی که دوران نجیب. اگر میخواین که پاشیدن اردوی افغانستان را شما بفهمید، مصاحبه حامد علمی را که دوست عزیزی ماست مصاحبه را بشنوید که مستند براتون میگه که چقدر اردوها و فرقه ها و کل اردوهای افغانستان در زمان نجیب تخلیه شده بود و به ملیشه‌ها تقسیم شده بود که مجاهدین در کابل آمدن. خب این نجیب من نتایج چیزی نجیب گفتم. این حالی من درباره شخصیت نجیب تفسیر میکنم. این نظری ما است. شما بگوید که مجاهدی سی نظر میگی. خدا شاهد است که ما در مجاهدین هم کسی جنایت کرده. ما در مجاهدین بسیار قاتل داریم، بسیار آدمکش داریم، در جنگ‌های تقسیمی بسیار جنایاتی را مرتکب شدن که من همیشه در مجالس مجاهدین میگم. همه حالا مجاهدین ما دارم میگم زمان جمهوریت کلان چور کردن، ملی‌ها رو به مردم آوردن در ترکیه و در اروپا و اینجا خانه خریدن و هنوز عیش و نوش و فحاشی و کار کرده میگردن. ما میگم این واقعه. از نظر من این واقعیت تاریخ است. بنابراین روایاتی که داخل خانواده از میشه و ان شاءالله دروغ هم که نیست که در خانه را میگفتن بد اخلاق، تگانامی زرگو، قلدر سر خانواده، سر برادر، پدر، مادر بی‌سبب که یک روایت هم است که مادرش چند بار به خاطر قرآن خواندن که بلند بالکن قرآن میخوان که اینجا چیزای خانه روسا صدای تر نشما که ما از قدرت ارتقاش میگم. خب این سرای بها نوشته که شاید راست باشه شاید دروغ ولی ولی واقعی زندگی نجیب میره که همین آدم است. نجیب به خانواده دیگه در جوانش آدم قلدر، آدم بوکسمن، آدمی زننده میزد و این یعنی قلدری بنباشیر در وقت قدرتش هم داشت. این مستند است. شما فعلا نام زنده است از کی پرسان کنیم؟ از حسن شرق 100 ساله شد. حسن شرق یک از دانشمندان بنام افغانستان است و در جوان کتاب از زیر کربوزچان پرنپای خواندم بسیار آدم صادق هم است. در مجلس رسمی دولت دو دشنام رکیک زن و مادر و خواهر گفتن
حسن شرق نجیب دو میزنه در زمان قدرتش. یعنی این نبود که بدماشی از جوانی به پیریش انتقال نکرده باشه. و اون روز دیگه فرید مزدک که از اعضای خود حزبشان گفت که وزرای خود چندین نفر بوکسکاری کرده بود، برخورد فیزیکی میکرد. نجیب زمان بسیار بد داشت، دو میزد. از نگاه کاراکتر شخصی بد اخلاق بود. از نگاه کاراکتر اجتماعی یک آدم کش بود، یک قاتل بود. در قتل و کشتن گپاش هیچ صرف نمیکرد. به خاطر قدرت هر کارا میکرد. و این مستند است. هر کس خوش میشه و خفه میشه نجیب یک آدم قاتل بود. و نجیب فرزند اول از زنده شما پس قدرت به باز مخاطر قدرت آدم میکشه. این آدم قاتل مودم مجاهدین هم داره که خون میخوره. من بازم این کار نمیکنم. ولی نجیب از نگاه شخصیتی یک آدمی قاتل و از نگاه اجتماعی که در دانشگاه میگه پارم این منطق نمیگفتی، دلیل نمیگفتی، استدلال علمی نمیکرد، مردم لد میکرد. دیگه در داخل مردم یک مراوغه میگن در عربی، یعنی فریب. مراوغه همی بروبا که میدود دومی خود کی اسم میکنه، او سه میره و دومی خود اسم میکنه که مرا گیر نکنه. این قسم یک آدم بود، آدم چالاک بود، زبان بسیار تیز داشت. زبان مردم میشه چیزایی رو میگفت که مردم عوامی را قبول میکردن. متاسفانه جامعه افغانستان جامعه عوام است. دیروز 100 سال پیش عوام بود، 50 سال پیش بود، امروز هم عوام است. همین جوانان کم تاثیر ایجاب کردن، در بخش تاریخ کم میفهمن. اینها اگه ببینن واقعیت قصه است که جامعه ما جامعه عوام است، حقیقتا نمیفهمن، زود فریب میخورن. با کاریزمای سخنان یک کسی نمیوله، یک سخنان خوب ما بکنیم چقدر جنایت کرده باشن، این هم سخنانی میپوشونه. مثل آقای استیز، مثل شکر بارزی که آدم باسواد هستن، استاد جلال و سعیدی، اینا تمام همین جنایات حزب خلق و پرچم میگه یک کلمه در بارش نمیگن. انصاف از اینا و اینا مستقیم میرن سری همین سخنرانی نجیب که نجیب چی پیش بینی کرده بود. دیگه خیانت به همراهان هم قدرتش. این خود 3-4 سال خوب بادیگارد و یاوری ببر کارمند بود. باز چه قسم خیانت کرد جای از زیر گرفت. همین یک نوع وقاحت است. این مثال عزیز که ما با استاد صاحب خیانت بکنم. این همین قسم است. همین کار نجیب کرد. گرفت قدرت ببرکت، قدرت استاد خود. مثل که همین استاد نابغه خود ترکی را دهن شما. نجیب هم این کار کرد و استادی خود جایش گرفت و این راند و با چقدر ذلتی در روسیه چند سال زندگی کرد در ایران آمد. سرنوشت بیچاره بچه ها رسید. ما از اون دفاع نمیکنم. او هم یک دستشانده بود. همین نجیب این کار کرد. دیگه طرح مسئله نجیب نبود، طرح گورباچوف بود. طرح گورباچوف بود که به نتیجه نرسید. بالاخره گورباچوف مجبور شد که از مجاهدین دعوت بکنه. استاد ربانی در مسکو رفت، اونجا قدشان مذاکره کرد تا اینکه رژیم از خود بتر. اینم مثل اینکه مسئله را طالبان قبول نمی‌کردن، اون زمان مجاهدین قبول نکردن. خدا حاکم وقت می‌دانستند یکی با من عفو بود نبود، این جدا گفت ولی چیزی ناشدنی بود. مسئله گورباچوف بود که بالاخره مجاهدین در مسکو رفتن قدش با موافقه رسیدن. موسیقی طالبان امرا خلیلزاد در قطر با موافقه رسیدن. تاریخ ماست که تکرارش نمی‌روه. می دلوی چتل امی گشته می‌روه. دور باطل میگرده در این جامعه. دیگه در این ارتباط چند کتابه که ما مسائل تاریخی را از اول تا آخر براتون کتابا رو یادداشت می‌کنم براتون بخونم. افغانستان از سلطنت امیرعبدالله خان تا محمد هاشم خان که کاکای زایشاست. این را نوشته کرده ظفر حسن آیبک که یک ترک است، در اصل ترکی است، یک جوان هندوستانی است که این سکرتری نادر خان بوده. تمام مجرمان افغانستان زیر دوست داشت. تابعی که بعد داستانش دراز است، از مجاهدین هند بودن. به وقتی که افغانستان استقلال گرفتن اینها آمدن در هند و همراه مولانا عبیدالله سیندی اینا در افغانستان بودن و این انگلیسی ها داشتن. خانواده اطفال نادرخان این درس میگفتن که بالاخره ظفر حسن آیبک کتاب نوشته کرد. این کتاب حتما بخونین. فضل الرحمن فاضلی ترجمه کرده. دیگه آخرین نبرد من از گرینوف است، قماندان چلی اتحاد شوروی، آخرین کسی که از افغانستان رفت و این کتاب داره. آقا آریافر ایرا ترجمه کرده. ایرا بخونید. در بسیار حقایق و همین جنایات خود نجیب 24 اون ایرات اینا قلق در اونجا درج است. ایرا بخونید. دیگه کرباسبوشان برنپا که در بخش تاریخی کودتا داوودخان گپاست که از حسن شرق است. ایرا بخونید. بسیار کتاب بلند و کوچک و ادبیات است. دیگه کتابی هم هست به نام اردو و سیاست که از خود همین حزب پرچم، از نفر خاص، از شاگرد خاصی بابرک کارمل همین اردو و سیاست که نبی عظیمی نوشته کرده. اینا بخونید. نبی عظیمی یک کتاب هم داره. این کتاب بخونید. دیگه یک کتاب از به نام 40 در طوفان که از عبدالکریم خرم، استاد کریم خرم که یاور رئیس دفتر حامد کرزی بود، عالم دانشمند است. این کتاب بخونید. این کتابای زیاد. کتاب یوم داره به نام اسناد افغانستان
که یک خارجی نوشته کرده در تمام دمی فرستاده کتاب زلمه خلیزاد هم بعضی از بخش‌های تاریخ افغانستان هست، شخصیت داوود خان در اونجا امو خشونت از رو مثلا تعریف کرده. این کتابا رو همه چی بخونید، صدها کتاب در این مورد، شاید من بالغ 50 کتاب نخوندم. شما کتابا رو پیدا کنید بخونید، حقایق ما براتون گفتم. یک کسی که طول زندگیش در بدمعاشی، در بدکرداری، در جنای چپ، در یک چیزی مارکسیستی، لنینیستی، در قتل، در خون، در همه چی داخل بود. یک نکته دیگر هم اینجا هست که همین مردم میخوان در چشمش خواب بزنن، میگن نجیب قهرمان بود که شیش. همین نکته هم باید بگم، قهرمان بود و تا آخر که آیسا آمده شهید. شاید آیسا شهیدش کرده باشه، کشته باشه، او را ما جریانش باز براتون میگم. چیزی که ما شنیدیم از کسی که در اون صحنه بود، از وطندارای ما که طالب بود که به شهید نجیب بابا کشته، ما میگم، ما را مستند از زبان شخص میگم، در کتاب نیست. پیشم نجیب 1 سال پیش تصمیم فرار داشت، با همین خاطر 1 سال پیش خانواده خود به هندوستان راه کرده بود، تمام زمینه زندگی در روش کرده بود، پول مال و دارایی خودم بود. حالا هر کس هر چی میگه، خانواده نجیب خانواده پولدار است، خانواده است که در تجارت ها شریک هستند و خانواده است که خوب زندگی دارند. صحیح است که معمار دولت هند هستند، اما خانواده نجیب 1 سال پیش از نجیب همین نجیب فکر گرفتن نمیداشت. این چه قسم خانواده خود 1 سال پیش میبرند در هندوستان جابجا میکنن، کل اولادش علی اولاد خود. و با گفته امیر فرید مزدک هم روز گفت که داخل روز میخواست که 5 نفر ما هم هندوستان روان کنه 1 روز پیش از سقوط، که ما همونجا بریم دوجا باشیم که اونجا که خودش میاد با قضیه کنه. باز همین نماینده ملل متحد که همون طیاره را که همون روز با قرار بود که در میدان هوایی بیارن، آورد طیاره را شب آورد که نجیب شبانه فرار کنه، روزانه میترسید که میدان نره. شب رفت اونجا، ما دقیق نفهمم کی همون میگن جنرال درمان اینا ایرا از میدان گردوندن. خود نیروهای دوستون در میدان بود، با کمانده خود نجیب نیروهای دوستون 1 روز پیش در میدان هوایی آمده بودن، برایشان 200 300 نفر اجازه داده بود، 1000 نفر آمده بودن. خب نجیب از میدان هوایی فرار میکرد که چی کرد، بازگردوندن و آمد مجبور در چیزی ملل متحد اونجا پناه برد. همین گپی تاریخی سر خویش که این کار کردن. اینطور نبود که نجیب مبارزه کرد داخل قصرش باشه اینجا قصر. و دیگه بزدلی جبنی ازی همیشه که اعضای حزب خود هیچ کس خبر نکرده. همین 2 نفر انده والا خودم امیر ابرای ما که در جنگا بالا پایین میرفتن، ما را خودی خود میرفتن میبریم باشان شما نمون دغم جان ما بودن. ما چندین دفعه در سقوطا برابر شدیم، برای استاد صاحب استاد ربانی اینا رفتیم، هیچ کس نمیپرزم که مردگری داشتن. استاد ربانی که از مزار میرفت، حتی حکمتیار که بزرگترین رقیب دشمنش بود ایران نموند، تنها گرفته اینا برد. از کابل که سقوط کرد، ما شما مسعود حکمتیار گرفته سمت شمال برد. همه قدر مردانگی را مجاهدین داشتن. نجیب 1 نفر اعضای حزب خود همراه خود نبرد، شاوی میخواست که با تنهایی همراه طیاره ملل متحد فرار کنه به خیزه برابر. همیست مردانگی، همیست شهامت، همیست غیرت، همیست شخصیت ملی. خود نتوانید شما با دفتر ملل متحد. اداره جان نکته دیگه مداور میشه. همین مجاهدین واقعا با وجود تمام مشکلات که دارن و بسیار بدبخت‌ها برای افغانستان آوردن، اما که مردانگی داشتن که نجیب نکشتن. از اینجا قانونی نه، مجاهدین میتونست که اگر نجیب میخواستن بکشن 1 راکت در ملل متحد میزنن، میگفتن راکت حکمتیار اومد زد، نجیب کشته شد. اما تا آخره احمد شاه مسعود و همین حکومت سرابانی دکتر نجیب در دفتر نگاه کردن، براش پیرادار شدن، برای زندان غذا تهیه کردن، امنیت ازیر تامین کردن، تلفن ازیر تامین کردن، مخابره ازیر تامین کردن. و آخرین روزی هم که سقوط میکردن، احمد شاه مسعود مستند است که مارشال فهیم وظیفه داد که برو نجیب بود که طالبات را میکشن به همراه ما، برو آیسا اعتبار نداره. دکتر نجیب گفت که نه قومای ما نمیره میستاد، بالاخره کاملا برو کشتنش. داستان کشتنش هم ما به این امانت از زبان یک بدخشی خودی ما که شو ریاست جمهوری داخل شد و زمان از اون میگم نامش هم میگم امنیتی نمیگیرم. گفت که وقتی که ما دفتر ملل متحد آمدیم تا خاره که رفتیم نجیب نبود که برآمدیم، میگن نجیب از سر دیوال میخواست که در زمان دیوال بلندی که بامی از اینا با دیوال نزدیکتر بوده، میخواست از اون دیوار در داخلی ریاست جمهوری اون طرف خود بندازه و ناچار دیگه اجرای نبود اینا برن. میگن سر دیوال که بود در قیمر میذاره بودن، زخمی بود، زیر غلطی نبود، اینا که بردن تا صبح در اونجا تراوی نشد، در قتل ریاست جمهوری اونجا کشته مرد و بازی را بردن دار زدن. وقتی در دار میره برادرش هم که بردن در راه برادرش هم کشتن. ای که برده باشن نجیب کلام دفترشان داشتن، از تحقیق را باشن بیا معاهده دیران امضا کی گپای چرت پرت است. در وقتی که از سر دیوال ملل متحد خدا از دور میندو قدیما میذاره بودن که هفتی نبود، بازی را زخمی برده بودن ریاست جمهوری. این طالب بدخشی برای ما مستند بتگن، آدم دروغگو هم نیست. گفت تو جا که بردیم در ریاست جمهوری که بردن تا صبح که ایمان داد چی کرد، خون ریزی کرد و این مرد و باز مردش بردن دار زدن. ما از آیشه دفاع این کن داره این روایت دروغ باشه.
خب همین قسم یگانه میگه ما فشرده زندگیش گفتم، فشرده حزبش گفتم که یک ساعت این ویدیو در بر گرفت. کجا از این شخصیت ملی است؟ کجا از این شخصیت کاریزما است؟ کجا از این شخصیت وطن دوست است که شکری بارزه ملک ستیز و سعیدی و استاد جلال میاید اینا را به عنوان شخصیت ملی معرفی میکنه. بسیار انصاف ضرورت است. یگانه کار دلیلی که اینا میکنن همین که نجیب بگوید دوید اینا میگن جنگ‌های کابل. این از نگاه علمی قاعده غلط است. بازم تکرار میکنم جنایت توجیه نمیکنه. این از نگاه قاعده علمی غلط است. یعنی به این معنی است که مجاهدین جنایت کردن نجیب براءت گرفتن. اینا یک قاعده دیگه میگم براتون، کسی که جنایت اولین بار آغاز میکنه کی افغانستان به این روز کشانده، کی اولین فیر کرده، کی اولین خون ریخته، کی داوود خان کشته، با وجودی که داوود خان پرچمی خود داده، خود داوود خان سو آدم کشته بود، زندان آدم اعضای نهضت اسلامی را داوود خان کشت. رحمان و نصرتیار و مولای برمان اینا را که دمو قیام که در پنشیر و بدخشان ایجاد کردن دکتر رحمان اینا کلیش را داوود خان شهید کرد. خب به هر صورت داوود بود، یک نظام بود، یک قانون بود، اینها شروع کردن کشتار اینا شروع کرد. 14 سال اینا جنایت انجام دادن. بعد از 14 سال مجاهدین که وضعیت افغانستان متشکل و همه تو بود. این حالا انصاف در کجاست که کل همین تاریخ شما خود بگیرید و هم میایین یک سال سخنرانی‌های نجیب کاپی میکنید، میگین نجیب شخصیت وطن دوست بود. یک کمی شرم، کمی حیا، کمی انصاف در زندگی ما برای نسل جوان ضرورت است. این گپا رو من گفتم شما در تاریخ بخونید. تشکری بسیار زیاد از حوصله‌مندیتان از اینکه گپای ما را شنیدین و ما باز تاکید بکنیم که گپا را شنیده قضاوت بکنیم. من یک نظری خاصی شخصی خودم در اینجا نبود. و سلام.